درود دوستان، علی هستم کاماچی ترید. با یه ترید دیگه در خدمتتون هستم. تو این ترید از کورلیشن استفاده کردم بین S&P و نزدک. قبلش بریم یه خلاصه‌ای ببینیم. خب یه توضیح کوتاهی بدم درباره کورلیشن. خب همونجوری که میدونین همبستگی یا کورلیشن یعنی وقتی یک حرکت قابل توجهی توی یک دارایی داریم، انتظار داریم حرکتی به همون بزرگی و اندازه در اسید یا دارایی همبسته با اونم ببینیم، یا اگر همبستگیشون معکوسه در جهت خلاف اون ببینیم. مثلا مثل همبستگی که بین پوند و یورو هستش، یا مثال همبستگی معکوس مثل چیزی که بین شاخص دلار با پوند و یورو هستش. خب کورلیشن رو میتونیم رو چارت همین شکلی هم تشخیص بدیم، اما میتونیم هم از اندیکاتورها استفاده کنیم. مثلا من از این اندیکاتور استفاده میکنم. چیزی که میبینیم تایم فریم 5 دقیقه نزدک هستش. من مقایسهش کردم با S&P 500. همونجوری که میبینید در بیشتر اوقات کورلیشن در اعداد خیلی بالایی قرار داره، نزدیک به 1، خیلی نزدیکه. این روز معاملاتی آخر 95%، یک حد اکثر همبستگیه و یعنی کاملا عین همدیگه رفتار میکنن، و -1 معکوس همدیگه است. یعنی هرچی به -1 نزدیک بشه انتظار داریم خلاف جهت همدیگه حرکت بکنن. اگه یکی بای داره اون یکی سل داشته باشه، اگه یکی از سقف رد میشه اون یکی از کف رد میشه. و صفر هم یعنی چی؟ صفر هم یعنی که همبستگی با همدیگه ندارم. خب من از استاکس مارکت هم استفاده میکنم، میرم سهامو نگاه میکنم، انویدیا اثر زیادی رو نزدک داره. خب همونجوری که میبینین تو بیشتر اوقات همبستگی زیادی بین نزدک و انویدیا هستش، اما بعضی موقع هستش این کورلیشن به صفر میل میکنه. خب طبیعتا نشون میده به ما که همیشه نمیشه از این کورلیشن استفاده کرد و فقط به عنوان تایید معامله میتونیم استفاده کنیم. همونجوری که میبینین آخرین روز معاملاتی نزدیک صفر بوده، نزدیک این هولوش گیر کرده، ولی انویدیا اومد حرکت صعودی شروع کرد، حتی از این سقف هم عبور کردش. حالا من سمت چپ تایم فریم 5 دقیقه نزدک رو دارم. همونجوری که می‌بینین کندل اول خیلی قدرتمنده، به من اعتماد به نفس خیلی بالایی دادش که آقا احتمالاً امروز در جهت بای حرکت خواهیم کرد، اما بعدش توی محدوده تقریباً 20 دقیقه گیر کردش و نتونست از این محدوده نه در جهت پایین نه در جهت بالا خارج بشه. سمت راست من S&P 500 رو بیارم. خب همونجوری که می‌بینین ظاهر چارت هم خیلی شبیه هم دیگه هستش، یعنی دقیقاً در همینجا نزدک نمیتونست سقف‌های بالاتر بزنه، اما S&P مرتب سقف‌های بالاتری رو میزد. به من نشون میدادش که به هر حال یا نزدک میتونه همراه بشه با S&P، یا اینکه خریدارای S&P تو ترپ افتادن. همین ناحیه که الان مشخص کردم یه نشونه خیلی قدرتمند داشتم که احتمالاً ترپ شدن و ریزش خواهیم داشت. تو ناحیه معادلش تو نزدک وقتی سیگنال ضعیف داشتم بلافاصله وارد یه دونه فروش شدم و یه سری بهم داد. قبل از NFP بود و خیلی نمیشد این سری رو نگه داشت و خیلی همراهش نبودم. خب ببینیم تو خود فوتپرینت چه خبره. خب این کندل قرمز رنگ که میبینین اینجا جای اوپن بازاره. همونجوری که میبینین کاملا یک جهته بازار ترید شدش. چند دقیقه اول تا یک اگزاستشن دیدم توی محدوده گیر کردش، بعدش هم یه دونه ترپ شدن بایرها، اما سلر قدرتمندی پشت سرش نیومدش که بازار بریزه. تقریبا سلر و بایرها با وجود اینکه حجمه زیاد بودش به یه قدرت بودن. اینجا میبینین ترپ شدن، اینجا میبینین چه حجم زیادی که برای نزدک این اعداد خیلی بزرگه جذب شده فارشاش. معلومه که یه دونه رسپانسیو خیلی قدرتمندی اون بالا هستش که اوردرها رو داره جمع میکنه و اجازه حرکت بازار رو در جهت بای نمیده. بعدش هم تو همین ناحیه، تو همین رنجی که میبینین دوتا خط کشیدم، تو همین رنج گیر کردیم. کاملا کانسالیدیشن بود. سیگنال سل برام پیش می اومد ولی هیچ قدرتی نداشت، هیچ قوتی نداشت. بریم همونجا رو تو S&P ببینیم، ببین چه حجم زیادی خورده، ببین چقدر حجم بالا ترپ شدن بایرها. قبلش هم پشت سر اونم یه دونه ترپ خیلی قدرتمند بایرها بودش. 577 لات بای زده بود اما موفق نشده بود از اون ناحیه عبور کنه، کندل قرمز بسته بود. من به خاطر این تاییدی که تو S&P داشتم یه ترید سل با سیگنال ضعیفی که در نزدک داشتم وارد شدم. بازار بلافاصله ریختش.
وقتی اومدیم پایین یه مقداری سفارشات جذب شد، ولی فرصت زیادی نداشتیم تا خبر. یکم فضا دادم بهش تا ببینم که آیا دوباره یک لگ دیگه، یک قدم دیگه میتونه سلر رو برداره. بهتون نشون بدم قبلش هم چند بار ترپ شده بودن بایرها، ولی اینقدر سیگنال قدرتمند نبوده، اینقدر اعتماد به نفس من نمیدادش که اون سلو بگیرمش. تا این تاییدیه رو توی S&P هم دیدم. خب به خبر نزدیک میشدیم، من اون ترید رو بستم. امیدوارم که شما هم توی ساعت‌ها خیلی ترید نکنین، گمبل ترید نکنین یا کمتر سعی کنین بکنین با ریسک محدود. لایک و سابسکرایب یادتون نشه، حتما برام کامنت بذارین که چی بیشتر دوست دارین. خب موفق پیروز باشین.